یک شاخه گل، برنامه شماره 366. این برنامه با شرکت محمودی خانساری، ورزنده، در مایه ابوعطا تنظیم گردیده. اشعار از پارسا، قمام همدانی، بابا فغانی. گوینده آذر پژوهش. باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو. جان من و صد همچو من، قربان تو قربان تو. گفتی که جانان کیم؟ جانان من جانان من. گفتی که حیران کی؟
حیران تو، حیران تو. ای مرا هر ذره با مهر تو پیوندی دگر، هر سر مویی به وصلت آرزومندی دگر. من که همچون غنچه دارم با لبت دلبستگی، کی گشاید کارم از لعل شکرخندی دگر. آن را که غمی چون غم من نیست، آن را که غمی چون غم من نیست که دانند که از هجر تو دیده چه شدم می گذرانم.
امید منم وقت است اگرت پای وقت است اگرت پای در آن که همه باری نکشیدم باری نکشیدم که به هجران تو ماند امید من جان تو دل یعقوبت سوز دل
ستم دیده زمان پاس کهوان دل سوختگان کهوان دل سوختگان سوخته داند یا ما بی تو به دل بر نزدین آب صبوری در آتش سوزنده صبوری که تواند کرد امید من
در بهشت به رویم شده است باز امشب، که آمدی ز درم با هزار ناز امشب. سعادتی که فراموش کرده بود مرا، به اتفاق تو آمد ز در فراز امشب. باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو. جان من و صد همچو من، قربان تو قربان تو. گفتی که جانان کیم؟ جانان من جانان من. گفتی که حیران کی؟ حیران تو حیران تو.
این بود شاخ گل شماره 366.